روز 18 دکبر صدها نفر از گوشه و کنار تاجیکستان به نویه شهر نو رفتند تا در مراسم دفن قابلجان علیف 10 ساله اشتراک کنند. تابوت نابالغ تاجیک با همراهی مادر غمزده‌اش صبح بر وقت امروز به وطن رسید. ماموران امنیتی در فرودگاه به خبرنگاران از جمله به همکاران ما اجازت نواربرداری را ندادند. عین رفتار هنگام مراسم دفن قابلجان نیز مشاهده شده است. در این مراسم دو خبرنگار رادیو آزادی با سبب‌های معلوم بازداشت گردیدند. همکارم طاهری سفر این موضوع را پیگیری داشت و قبل از برنامه من از او درباره تفصیلات مراسم وداع با قابلجان را پرسیدم. پیکر قابلجان علیف خواننده 10 ساله تاجیک را که در روسیه کشته شد روز 18 دکبر در زادگاهش دهه عجم در ناحیه شهر نو دفن کردند. بنا به گزارش خبرگزاری آزیا پلوس برای وداع با او تعداد زیادی از ساکنان جمع آمدند، اما ماموران انتظامی و امنیتی به خبرنگاران اجازه ندادند که مراسم را آشکار ثبت و عکس برداری کنند. نماز جنازه را رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادر زاده خوانده است. مادرش نیلوفر علی و گفته است که پسرش را به دوشنبه فرستادنی بود و قابلجان علیف آن روز خواسته است با همسنفانش خیر و خوش کند. مادر طفل همچنین خواسته است که گناهکار را جزای سزاوار بدهند. تابوت قابلجان علیف را صبح پنجشنبه از مسکو به دوشنبه آوردند. گروهی از خبرنگاران از جمله همکاران ما برای بازتاب موضوع به فرودگاه دوشنبه رفتند، اما ماموران امنیتی اجازه ندادند لحظه به بیرون آوردن جسد و نوار گرفته شود. آنها بعضی از خبرنگاران را مجبور کردند نوارهای گرفتهشان را پاک کنند. عین رفتار نیست هنگام مراسم دفن قابلجان علیف در شهر نو مشاهده شده است و معلوم نیست که چرا حالا مقامات تاجیکستان میخواهند که این حادثه انعکاس نشود. با وجود این ظاهرا خشم جامعه فرو ننشسته است که واکنش ها در رابطه با قتل نورس تاجیک همچنان زیاد است. در ادامه من از همکارم سوال کردم که آیا مقامات تاجیکستان این مسئله را همچنان با رهبران روسیه در میان میگذارند یا نه؟ رحمان دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان با سرگئی شویگو همکار روسش و سفیر روسیه در دوشنبه قتل قابلجان علیف را در میان گذاشته و گفته است که این جنایت مدهش در جامعه تاجیکستان نگرانی جدی و واکنش وسیع به بار آورده است. به قول مقامات یوسف رحمان به ضرورت تحقیق همه‌جانبه عادلانه و شفاف قضیه تاکید کرده و گفته است که تامین حفظ حقوق و امنیت نابالغان باید در اولویت کار باشد. امید بابازاده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان نیز در یک بیانیه از مقامات روسیه خواسته است نگذارند که دیگر چنین حادثه ها تکرار شوند و هر کسی که در این جنایت نقش داشت باید به جوابگری جنایی کشیده شود. سازمان های مخالف حکومت تاجیکستان در خارج هم کشته شدن خواننده 10 ساله تاجیک را محکوم کرده گفتند که گناهکار این حادثه هم حکومت در دوشنبه است و هم حکومت در مسکو. اما در رابطه با خود جنایت رسانه‌های روسی نوشتند که نورس 15 ساله روس اعتراف کرده است چند وقت اخیر برای صادر کردن این جنایت آمادگی می‌گرفت. در شبکه‌های اجتماعی کاربران زیادی گفتند که خود تشویق بیگانه ستیزی در سطح رسانه‌های دولتی روسیه و مهاجران را اجنبی و بیگانه و زیان‌آور برای جامعه خواندن وکیلان و وزیران روس از سبب‌های اصلی مرگ یک نورس بیگناه در این کشور شده است. تشکر همکارم طاهری سفر بود که ما را با جزئیات مراسم دفن قابلجان علیف 10 ساله در تاجیکستان و واکنش‌های مقامات تاجیک را به قتل او آشنا کرد. در ضمن خبرگزاری‌های روسی نوشتند که امروز 18 دکبر دادگاه تیورسکوی گمانبر 15 ساله در کشتار نابالغ تاجیک را برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفت.